اگر فرزند پسر ما از ما تقاضا کرد که براش لاک بزنیم، چطور باید به این کارش پاسخ بدیم؟ همه والدین باید کودکشون رو متناسب با جنسیتشون بزرگ کنن. یعنی موی کوتاه، اتاق پسرونه، وسایل پسرونه مربوط به پسر هاست. رنگ اهمیتی نداره. مهم اون پسرونه بودن و مردانه بودن هستش که ما باید در فرزند پسرمون ایجاد بکنیم. اگر کودک ما دلش خواست لاک بزنه، یک بار با زبان ساده براش توضیح میدیم که برخی از کارها مربوط به آقایون و برخی از کارها مربوط به خانم ها هستش. همونطور که آقایون ریش و سیبیل دارن و میتونن که ریش و سیبیلشون رو به مدل‌های مختلف کوتاه بکنن، خانم ها هم میتونن لاک بزنن. ولی چون تو الان دوست داری لاک بزنی، من یک بار توی خونه برای تو این کار رو انجام میدم، ولی زمانی که خواستیم از خونه خارج بشیم، این لاک باید از روی ناخن تو پاک بشه. در اینجا شما با یک مکالمه درست و سالم اجازه تجربه یک موضوعی رو به فرزندتون دادید و هم یک آموزشی در راستای مسئله جنسیتی فرزندتون بهش داده شده. یعنی در واقع نه شما منفعلانه برای کودکتون لاک زدید و نه با حالت پرخاشگرایانه با کودکتون مقابله کردید که عملاً در این دو حالت هیچ فایده‌ای نداره.